چون همیشه ما راجع به تئاتر حرف میزنیم، راجع به هنر حرف میزنیم و اصلا که دنیای تئاتر هیچ وقت انسان را از خودش دور کردن نمیتواند و تئاتر با تماشابین و تماشابین بدون تئاتر نفس کشیدن نمیتواند. حالا ما راجع به یک نمایش و کارگردانی آن حرف میزنیم که در میان جوانان و برای تماشای جوانان خیلی خاص است. هنرمندان تئاتر تجربوی تماشابین جوان به نام محمد جان قاسموف یعنی تئاتر اغارون در ماه ایون با قزاقستان سفر داشتند با نمایش تعبیر عشق در کارگردانی جوان همین تئاتر جاویدان امینزاده که حالا جاویدان در صحبت ما قرار دارد. خوش آمدید جاویدان. خوش باشین رحمت. من نمایش را تماشا کردم. اونجا داستان عشقی لیلی و مجنون قصه می شود. مثلا تعبیر عشق را تهیه کردن خواست خودتون بود یا مثلا کسی پیشنهاد کرد که در تئاتر اغارون باید از لیلی و مجنون بر اثر اشعار کلاسیکی تهیه کرده شود چیزی؟ این نمایشنامه‌ای که ما پیشنهاد کردیم از روی اشعار مولانا جلال‌الدین بلخی و داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی روی صحنه آمده است و اینچنین از غزل‌های حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، بدرالدین هلالیان یعنی ما در این نمایشنامه جا کردیم و همچنین گویم از روی همین نظم‌ها نمایشنامه را مکمل ساختیم. چون از خردی من همین ژانر لیریکا و زیاد گویم دوست می داشتم، شوق داشتیم. بله. و وقتی که به تئاتر اغارون سال 2018 بعد ختم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت کار آمدم و نمایشنامه‌های استاد فاروق قاسموف را روحشان شاد باشند یک چند نمایشنامه‌اشان را تماشا کردم. نمایشنامه گویم یوسف گمگشته بازآید به کنعان، نمایشنامه اسفندیار، داستان اسفندیار. بله. باز یک چند نمایشنامه فریدون، یعنی همین نمایشنامه را تماشا کردم و خواستم که به سبک همین تئاتر یک چیزی در همین تئاتر باید یعنی گذارم و بعدا معلمه عزیز روحشان شاد باشند سبوات قاسمووا هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان. بعدا وقتی که گویم اول من سوژه آماده کردم، سوژه نمایشنامه را آماده کردم، بعدا از روی گویم اشعار مولانا و نظامی گنجوی و از روی داستان‌های گویم عبدالرحمن جامی، غزل‌های چون نامبر کردیم، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، نمایشنامه رو یعنی مکمل ساختیم. بعد آماده کردن نمایشنامه با معلمم مراجعت کردم، پیسه رو برده پیشنهاد کردم و خواندم. با معلمه بسیار پسند آمدن. همراه دیرکتور تئاتر اغارون فرزند معلمه عزیز فردوس قاسموف صحبت کردیم. اونها با من گویم کمک کردن، تا این جانب کمک میکنن و این نمایشنامه رو روی صحنه آوردیم و سال 2021 نمایشنامه روی صحنه آمد. در مدت 6 ماه کار کردن نمایشنامه روی صحنه آمد. 6 ماه. یعنی مشکل است از نظم سیناری آماده کردن، بهت مشکل است. برای یک غزل موافق یافتن یعنی باید چندین کتاب رو ورق زنی که هم یک غزلی میخواستگی دلت پیدا کنی. در همون فرصت بعدم غزل گفته شد. بله. بعدم گویم نمایشنامه رو یعنی آماده کردیم. پیشکش تماشابین بخشیده به روز وحدت ملی پیشکش تماشابین کرده بودیم. تماشابینان هم خوب قبول کردن نمایشنامه رو و سال 2023 باشد این نمایشنامه ما رو پیشنهاد کردن در فستیوال آزمون جمهوری پرستو. گویم این نمایشنامه دیپلم یعنی مخصوصی اعضای حکمان را صاحب گشت. یک سال پیش سال 2023 از روسیه یک دو نفر آمدند و تئاترهای تاجی رو گشتند و نمایشنامه های کارگردان های تا 30 ساله رو یعنی تماشا کردند و نمایش تئاتر ما، نمایش تعبیر عشق یعنی به آنها پسند آمد همین سبک و این رو دعوت کردن به 5مین فوروم بین المللی که در قزاقستان ماه ایون برگزار گردید به اونجا دعوت کردن. سفر کردیم نمایشنامه رو پیشنهاد کردیم. بخشیده به
خطا نکنم 30مین سالگرد 16مین شورای عالی نمایشنامه ما بله جلسه 16مین شورای عالی با ولایت مختار کوهستان و بدخشان سفر کرد و در همان ناحیه‌های همین ولایت نمایشنامه را ما پیشکش کرده بودیم. اکنون در سن جوانی مثلا روی فاروق قاسمی شد باشد که مکتب ماندگار گذاشت در یک قطار کشورهای همسایه، وقتی نام فاروق قاسمی فرا میگیرید حتما تئاتر بنیاد کرده پیش میارند. ادامه دادن مکتب فاروق قاسمی مشکل نیست؟ استاد نمایشنامه‌ای که ماندن اگر با دقت تماشا کنیم همه جنبه ها رو میتونیم بیاموزیم. چی بگیم؟ هم آماده کردن سیناری رو توسط نظم، هم کارهای کارگردانی رو، دیگر ها رو. حالا نمایش تعبیر عشق در پوشیده شوی موسم امسال تئاتر آرون نمایش داده شد و آینده مثلا جاویدان امینزاده همچون کارگردان جوان باز با تهیه کدام نمایش‌ها دست میزند که از تعبیر عشق بازم بهتر باشد و که هنرش رو مکمل‌تر نشاند. نقشه دارم باز در آینده از همین کلاسیکون باز نمایشنامه آماده کرده و یعنی پیشکش تماشابین میکنیم. چون تئاتر شما تجربوی است، تئاتر برای جوانان اونجا تجربه میگیرن از درگاهی بنیاد کرده فاروق قاسمی، از تئاتر بنیاد کرده که خانمشون خانم ثبات قاسمی و نیز در اینجا زحمت کشیدن باعث دیرکتور تئاتر روشون شد باشد. اکنون مقصد نهایی شما بنیاد کردن این نمایش ها، پایه‌گذاری همین نمایش های شما بر دیگر تئاترها میرید در آینده فعالیت میکنید یا که در همین ژانر شما باید باقی بمانید تا آخرین در تئاتر اهورام باید باشید یا که در تئاتر اکادمی میروید؟ راستی گپ اصلا هیچ کس نمیدوند که امروز یا پگه چی واقعا رخ میده. از خودی من همه عاشق نظم و همون شعر و سخن بودم و چون با این تئاتر اومدم گفتم اینجا مخصوص همین جای من است. بله و از این رو من افتخار میکنم، خدا رو شکر میگم که در یک جای کار میکنم که قلبم آرام است. شما از دیگر تئاترها یک ماه بعدتر رخصتی رفتید. بله. یعنی از این روز رخصتی شما شروع میشود روی اثر یگین انیگین پوشکین. بله. در تهیه گلچهره نایم. این اثر با پراگی کامل شد یا حالا چند جزئیات مونده که بعدی رخصتی کار کنید؟ اصلا چیزی که گفتید هر سال ما ماهی ایول گویم الکی با رخصتی میبر اومدیم و از اوگوست کار با می اومدیم. اما با سببی که در تئاتر نمایشنامه رو باید ما یعنی میسپردیم الکی وقت کم بود، اصلا چندین کارهای دیگر بود، سفر کردیم به قزاقستان و یک چند کارهای دیگر، ما وقتمون زیاد رفت نتوانستیم که در یعنی تا ماه ایول این نمایشنامه رو یعنی به تئاتر پیشنهاد کنیم و از این رو یک ماه دیگر وقت جدا کردیم و گویم نمایشنامه رو الکی ما تئاتر به پیشنهاد کردیم. گروه تئاتر قبول کردن نمایشنامه را. بعد ماه اوگوست وقتی که از گویم رخصتی آمدیم اصلا بعضی نقصان های دیگر مدت 15-20 روز دیگر کار میکنیم و نمایشنامه رو با تماشاگران پیشنهاد میکنیم. یعنی موسم نو رو با یعنی نیت همین خیلی است. فرصت صحبت ما هم سر می رود. برای شنونده های عزیز رادیو فرهنگ هم کارگردانی کردید هم خودتون آفرید مجنون رو. اگه دقیقه از میان فشرده های همین نمایش اگر برای شنونده های ما چیزی ارائه داشته باشد بازم البته. غرق بودم در حب لیلی چنان که نبودی پیش من چیز عیان. عشق مخلوقش نمود بر من چنین، تو چی سان در عشق او باشی امین. گر تو را نادیدنم کار خطاست، تو مرا دیدی بگو صدقت کجاست. جاویدان بسیار سپاس که اومدی در این صبح منیر و شنونده عزیز رادیو فرهنگ در برنامه مستقیم آینه داری نور
роҷа ба як шоҳкории худат қисса кардӣ ки таъбири ишқон дорад. хуш омадӣ. сипос барои омаданат. шумо ҳам сарбаланд бошед. ва шунавандаи азиз, мо бо ҷовидон аминзода, коргардони ҷавони театрӣ ба номи муҳаммадҷон қосимови аҳорон, роҷа ба намоиши таъбири ишқ қисса кардем ки дар форуми байналмилалӣ дар Қазоқистон ширкат дошт. ва ба тамошои театр биёед, аз театр баҳра мегиред. то навбати иртиботи дигар, ман лутфуллои азиз, меҳмони барномаи мо ҷовидон аминзода, коргардон Парвиз Воҳидов, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. хайр.